به نام خداوند تازگی و زیبایی. دوست عزیزم سلام، به پادکست 22 چهارچراغ خیلی خوش اومدید. سال نو در پیشه، اتفاقات نو، رویش دوباره طبیعت، زنده شدن طبیعت و تلاش مجدد برای بهتر کردن زندگیم. امیدوارم سالی که گذشت سال خوب بوده باشه براتون، ولی طبیعتاً و لزوماً ممکنه برای همه سال خوبی نبوده باشه. این قانون خلقته و بعضی سالها برای ما خوبه، بعضی سالها برامون نه. الان ممکنه تو پایان سال 1402 خیلی از سالی که داشتن راضی باشن و خوشحال باشن از اتفاقاتی براشون افتاده تو سال 402، دستاوردهای بزرگی داشته باشن و خیلی هم ممکنه درگیر اتفاقاتی شده باشن که سال 402 رو سال خوبی ندونن و ناراضی باشن از سالی که گذشت. این کاملا طبیعیه و دلیلی نمیشه که همیشه همه آدم‌ها هر سالشون خیلی عالی بگذرن. مدل خلقت خدا اینجوریه که همه چیز سینوسواره، یعنی همه چیز مثل موج بالا و پایین داره. تمام زندگی ما هم پر از این بالا و پایین هاست و سالهای ما هم فارغ از این قانون نیست، مستقل از این اتفاقات و جریانات قوانین نیست. از مقدمه من متوجه شدید که صحبت ما توی پادکست 22 راجع به سال جدید و اتفاقات احتمالی سال جدید، نکاتی که باید حواسمون بهش باشه تو 403 و یه جنبندی از 402. موضوع این پادکست آماده شدن برای 403 و تحلیل 402. من خیلی دوست داشتم که اون مهمانی که خیلی دوست داشتیم و خیلی صبر کردیم برای اومدنش به برنامه‌مون تو این پادکست 22 همراه ما باشه. وقفه‌ای هم که داشتیم بین پادکست هامون، یعنی بین 22 این و قبلی‌ها، علت اصلیش این بود که پافشاری داشتیم می‌کردیم روی این موضوع، ولی خب متاسفانه نشد. ما هم اینو یاد گرفتیم که خیلی آموزشامون تو چهارچراغ رو وابسته به حالا دیگران نکنیم. اگر شد فبها، اگر نشد مطلب رو به وقتش ادا بکنیم. یه چیزایی باید اول راجع به 403 بهتون بگم که یه ذره حواسمون جمع باشه و این شاخکامون یه ذره تیزتر بشه. تقریبا 20 دقیقه یا ربع آخر صحبتامون هم میذاریم راجع به آنچه گذشت تو 402. چیزی که خیلی مهمه اینه که ما تو پایان هر سال جمع‌بندی کنیم و برنامه ریزی به نوعی وابسته به جمع‌بندی ماست. ما چی به دست آوردیم یا اگه به دست نیاوردیم چرا به دست نیاوردیم. پس برنامه سال بعد من باید متناسب با اتفاقاتی باشه که طی این سالهای گذشته مخصوصا سال جاری افتاده. اما من میخوام اول برم از 403 شروع کنم، چون شاید احتمال میدم 1% شاید شما مثلا موافق نشید این پادکست رو تا آخر به هر علتی گوش بدید. بذار قسمت‌های به خیلی خیلی مهم‌تر اول بگم و بعد میریم سراغ جمع‌بندی امسالی که گوش بدیم. بریم پای تخت با هم نظر اونجا صحبت کنیم. 1403 خدا رو شکر که ما از اون 90 اومدیم بیرون. حالا کلا اون دهه 90 به خاطر اتفاقات سیاسی که کشور ما داشت واقعا خیلی تغییرات وحشتناک زیادی داشتیم و فشارهای زیادی داشتیم. الان از 400 به بعد مخصوصا بعد از کرونا، یعنی خود اون آخر 90 هم که دیگه به کرونا ختم شد دیگه، اصلا نور علی نور بود. یعنی از 400 به بعد ماها یکم دیگه آداپته شدیم با شرایط و به نوعی دیگه به ثباتی رسیدیم دیگه.
میدونیم که یه جاهایی دیگه کار بیشتر از اینی از همون بر نمیاد و میدونیم یه جاهایی هم واقعا باید یه سری کارا انجام. از اون رویا و توهم و نمیدونم یه سری حالا افکاری که داشتیم که فکر میکردیم میتونه خیلی کار عجیب غریبی برامون بکنه، هم رسیدیم به نقطه‌ای که یکم واقع گراتر شدیم، واقع بین‌تر شد و این اتفاق خیلی بود. اما سال 403 بزرگترین اتفاقی که توش میفته تغییرات حالات روانی آدم است. البته ربطی به 403 ما نداره، در واقع توی علم آسترولوژی یا نجوم یا ستاره شناسی یا اختر شناسی که حالا همه این اسمان در اصل همشون یک علم هستن، ملاک 2024 بوده، 2024 سال 2024. یعنی از شروع سال 2024 یه سری اتفاقات احساسی داره توی دنیا میفته. حالا باز کردن بحث علمیش که خیلی مرتبط با اصلا روال فرآیند کار ما توی چهارچراغ نیست و با چند تا سرچ خیلی راحت اینو شما متوجهش میشید. یعنی توی آسترولوژی اساتید زیادی هستن که اتفاقا ما هم این برنامه رو خیلی دوست داشتیم با حضور یکی از این اساتید برگزار کنیم که متاسفانه تو پایان سال به خاطر مشغله‌هایی که همه دارن این هماهنگی شکل نگرفت. ما هم که استادیومون عوض شد و دورتر شدیم نسبت به اون دوستمون که قرار بود تشریف بیارن و این دور شدنه هم کار رو خیلی سخت کرد. ولی میگم حالا بحث تخصصی و علمی و اصلیش باشه با علماش که خیلی هم پیج توی اینستاگرام شما زیاد میبینید راجع به علوم آسترولوژی، یا توی گوگل شما سرچ کنید، تو هوش مصنوعی سرچ بکنید، مطالب بروزی هست که میگه آقا توی از 2024 ما 2 دهه 10 ساله داریم، نقای 20 سال داریم که سطح تغییرات توش بالاست. یعنی معتقدن دانشمندان تو اون حوزه که از 2024 که دیگه در واقع میشه 403 ما 2 ماهشو دی به بعد تو بهمن اسفند رو عملا داشتیم تو 402 به بعدش از 403 ماه هست. ما واسه همین این نوع داشتیم آخر سال این موضوع رو داریم میگیم. ما سرعت اتفاقات افزایش پیدا میکنه، همه چیز سما با یه فلش دیگه نشون، یعنی میره بالا، همه چیز سریعتر، شتاب زیاد میشه. مثلا پیشرفت علم و تکنولوژی، پیشرفت کاری بعضی آدما، ارتقاءات شغلیشون، پیشرفت‌های مادی، معنوی، علمی تو زندگی ها بین آدم ها تو جوامع به شدت سرعت میگیره و یه مفهومی ما داریم بهش میگیم برکت زمان. برکت این زمانه میاد پایین. چرا؟ شما تو همین چند سال اخیر رو دقت کنید، این جمله‌ایه که شاید خیلی به هم میگیم آقا زمان هم دیگه مثل پولمون بی برکت شده، اصلا نمیفهمیم چجوری گذشت، چشم به هم زدیم 402 هم تموم شد، اصلا نفهمیدم 402 چجوری گذشت. البته این برکت زمان به خود ما بستگی داره که ما چقدر از زمانمون داریم محافظت میکنیم. همینجا یه پرانتزم باز میکنم، از شما دعوت میکنم حتما توی این تعطیلاتی که پیش روتون هست تو شروع سال جدید، شمایی که دارید اینو میبینید و اینو گوش میدید این پادکست ما رو، یعنی پیگیر یادگیری هستید، یعنی یه چیزی دیدید تو صحبت‌های ما دیگه که دوست دارید و دارید ادامه میدید. خواهش میکنم شما که پیگیر آموزش و یادگیری هستید، دوره مدیریت زمان من رو که روی سایت گذاشتم به صورت رایگان 3 ساعت 2 ساعت 3 ساعت وقت بذارید،
کل آموزش‌های ما رو تو این حوزه استفاده می‌تونید بکنید. این خیلی به در من به خاطر در واقع همین نکته تو امسال به بعد بود که میخواستم حتما مدیریت زمان رو تا آخر امسال دورش رو ضبط کنم و رو سایت بذارم، چون می‌دونستم یه همچین جایی میخوایم بهش برسیم. ما باید مدیریت زمان رو بلد باشیم. از بزرگترین و مهمترین کاربردهای دوره مدیریت زمانی که ما رایگان گذاشتیم رو سایتمون دقیقاً اینه که ما میدونیم از سال 403 به بعد که میخواد سرعت اتفاقات بره بالا، ما چجوری از زمانمون محافظت کنیم. اینو یاد میگیریم. این خیلی مهمه. اصلا کسانی میتونن از این سال پیش رو موفق تر باشن که به این علم دست پیدا کرده باشن، مدیریت زمان. چون زمان سریع‌تر شده بود. زمان، تغییرات زمان شتاب خیلی بالاتری گرفت. همه چیز داره خیلی سریع رخ میده پشت سر هم. پس حتما تو برنامه‌تون بذارید. اگر هیچ آموزشی رو ندیدید تو این تعطیلات، تو این فرصتی که ایجاد شده برای استراحتتون، برای ریکاوریتون، این یک مطلب رو بهش تسلط پیدا کنید. اصلا آموزش مسیح رودکی هم نه، شما هر جایی که فکر میکنید میتونه مدیریت زمان رو بهتون یاد بده، صرفه‌جویی تو وقت و زمان رو بهتون یاد بده. هر جا که تونستید برید اینو یاد بگیرید تو شروع سال. پس مورد دوم این بود که آقا زمان یکم بی‌برکت میشه چون شتاب زیاد میشه، سرعت تغییر میره بالا. اما نکته خیلی مهمتر در مورد سال 403 یا همین 2024 به بعد بحث چیه؟ بحث هیجانات بالاست. به خاطر همین من گفتم موضوع صحبتمو با این از 403 شروع میکنیم، بعد میریم راجع به 402. این قسمت خیلی مهمه. من اینو 2 تا فلش میزنم. ببینید رفقا، شما تو همین 2 ماه، من نمیدونم این ویدیو رو الان شما اصلا تو چه تایمی دارید میبینید. ما اینو داریم تو اسفند 402 ضبط میکنیم و راجع به این تایم الان داریم صحبت میکنیم. اما ممکنه شما اینو 1 سال بعد ببینید، 2 سال بعد ببینید. شما از اواخر 402 به بعد فکر کنید برای ما توی این تایم و توی این زمان 2 ماه گذشته. اما اگر شما دارید زمانی دورتر این میبینید، از اواخر 402 به بعد رو بشینید راجبش فکر کنید. راجب چی فکر کنید؟ ببینید چقدر آمار تصادف ماشینا، خودروها به همین، اتفاقات ناشی از هیجانات، درگیری‌های داخل خانواده‌ها، درگیری‌های اجتماعی، مردم تو خیابون با هم دعواشون میشه، درگیری تو کسب و کارها، تو مراجعات و طلاق، جدایی، درگیری خود آدما به هم. ببینید چقدر زیاد شده. الان برای من از شروع 2024 2 ماه 3 ماه گذشته دیگه، تقریبا 2 ماه بوده و من به کرات دارم اینو میبینم. تصادف که به وفور، اینا ریشه داره، علت داره. ببینید شما فرعون که قدمت تاریخش مال خیلی قبل تره، یعنی شاید از علم امروز اگه میخواستیم بریم تو دوران فرعون صحبت کنیم، یک کلمه‌ش رو هم کسی نمیفهمیده از علم و تکنولوژی امروز. خب ولی با اینکه اونا توی اون تاریخ با اون قدمت، یعنی میخوام بگیم اون موقع علم کجا بوده الان کجاست، مثلا بگیم اینجوری، ولی شما میبینید که فرعون و فرعونیان هم از نجوم، علم نجوم و ستاره شناسی موقع کمک میگرفتن. یعنی یک علمیه که ریشه در گذشته داره و قابل رد شدن نیست، شما نمیتونید نفیش کنید. و وقتی این علم داره میاد بهت میگه که هیجاناتو تو کنترل کن، داره هیجانات میره بالا، میتونی بگی اینا چرته، میتونی هم برگردی به قبل بگی که اون فرعون به خاطر همون علم ستاره شناسی و آسترولوژی اون موقع اومد اون همه پسر رو، اون همه نوزاد پسر رو کشت.
چون میدونست که اون علم داره درست میگه و قراره پسری به دنیا بیاد که حکومتش رو از چنگش در بیاره. و دیدیم که همین اتفاق هم افتاد و تاریخ اینو ثبت کرد و دست بر قضا خودش هم همون پسر رو تو دامان خودش بزرگ کرد. پس علمه درست گفته. درست خیلی ها میان تحت عناوین رمالی طور از این داستان سوء استفاده میکنن یا یه دفتر دستک و بالاخره دکانی بر خودشون باز میکنن. ما کاری با اون نداریم، اما این علمو نمیشه زیر سوال برد. و این علم داره الان بهت میگه آقا هیجانات رفته بالا، داره کمکت میکنه به من، به همه آدم‌ها تو کره زمین. منتها ما آدما آشنا نیستیم. اینا علومیه که به شدت به ما آدما میتونه کمک کنه تو رشدمون، به خیلی از جوامع کمک میکنه، به خاورمیانه میتونه کمک کنه که یه جهان سوم نباشه. اما خب اینا اما دقیق میشه، نمیذارن به گوش شما برسه، تا جایی که بتونن نمیذارن، چون آگاهی تولید میکنه، چون رشد ایجاد میکنه، چون تو رو از اون سیستم بردهداری اونا خارج میکنه. تو وقتی آگاهی بفهمی تو یک نظام بردهداری نوین هستی، خب تن به بردهداری نمیدی دیگه. یکم به این مسائل اهمیت بدیم. همه اینا خرافه نیست، همه اینا رمالی نیست. علم درست رو پیدا کنیم از جای درست. من سربسته و خلاصه بهتون میگم، نمیتونم بازش کنم این موضوع رو. فقط دقت کنید، دلیلش هم شواهد اطرافتونه. میگه آقای رودکی شما ادعا داری این موضوع هست، چجوری میتونیم اون اثبات کنیم؟ میگم بهترین اثبات اتفاقاتی که پیرامونت هست. تو همین 2-3 ماه نگاه کن، اگه 1 سال گذشته کل 403 رو بیان، 404 داری این ویدیو رو میبینی نداره، یه کل 403 رو نگاه کن ببین چه اتفاقی افتاد. چند سال بعد داری میبینی این قضیه تا 20 سال ادامه داره. سطح هیجانات در انسان ها میره بالا. راهکارش چیه؟ راهکارش یک تیتر خیلی شناخته شده است، یه اسم قشنگیه، ولی تو دلش جلسه های بسیار طولانی آموزش وجود داره، ساعت ها ساعت آموزش وجود. راهکارش هوش هیجانی. هوش هیجانی خوبه، بله. هوش هیجانی چیه؟ الان بهتون میگم. باید هوش هیجانی چیکار کنیم؟ زیاد کنیم یا کم کنیم؟ باید زیاد کنیم. اگر هوش هیجانی ما بره بالا، این موضوع قابل کنترل. اصلا هوش هیجانی یعنی چی؟ اصلا یه آدم باهوش کیه؟ آدمی که سریعتر ریاکشن نشون میده به یه سری اتفاقات و درگیری ها و تعاملات و سوالات و اینا، سریعتر پاسخ میده دیگه. یه آدم باهوشیه. تا میخوای یه ضربی بگی اون تا حساب کنه، اون گفته عجب این هوش ریاضیش بالاست، هوش محاسباتش بالاست. هوش هیجانی میگه چی؟ میگه آقا اونی که سریعتر هیجانشو کنترل میکنه. پس اگه من هوش هیجانی بالاتر بره، میتونم به این اتفاقاتی که ما محکومیم تو این عصر اون اتفاقات رو تجربه بکنیم غلبه بکنیم، تسلط پیدا کنیم. ما محکومیم، ما تو این عصر هستیم و این طبیعت دوران ماست. اتفاقی که داره از طریق تغییرات در فضای کیهان رخ میده. پس اتفاقی که داره در فضای کیهان رخ میده، دست من و شما هم نیست، ناگزیریم باید توی این عصر و تاریخ زندگی بکنیم، بشناسیمش، کنترلش کنیم، تهدید تبدیل به فرصتش کنیم. آقا این هیجان بالا واسه اختلاف میشه، واسه کارهای نابخردانه میشه، اکت‌های غلط، تصمیمات هیجانی و عجولانه، تصمیمات پرشتاب. خود این رانندگی ها وقتی پرشتاب میشه، وقتی این عجله الکی تو این رانندگی ها، شما تعجب نمی‌کنی؟ خیابونا هستین دیگه. آقا این شتاب زدگی برای چی؟ من قراره به کجا برسی؟ تو ترافیک هم طرف می‌خواد سبقت بگیره. بابا خب 10 تا ماشین جلو افتادی، این ترافیک هست، لامصب این تا 5 کیلومتر دیگه ترافیکه، اصلا تو 500 متر همه جلو بیفتی، چی میشه تهش؟ این شتابه مال چیه؟ ببین اینا ماها خیلی همون نمیدونیم.
میفهمیم داریم عجولانه رفتار میکنیم، میفهمیم تصمیمات غلط داریم میگیریم، میفهمیم تصمیمات شتاب زده میگیریم و رفتار شتاب زده ای داریم، ولی نمیدونیم علتش چیه. علتش اینه تغییراتی که توی کیهان افتاده. راهکار هوش هیجانی کار کنه. هوش هیجانی یعنی چی؟ یعنی که هیجانات رو کنترل کنم. چجوری هیجانات رو کنترل کنم؟ جاش اینجا نیست. این هم انشاءالله جداگونه مفصل میگیم و اصلا یکی از جلسات دوره آکاشاما یک جلسهش فقط اختصاصا مربوط به این مبحثه. چرا؟ چون وقتی راجع به بعد روان صحبت میکنیم، راجع به خشم، ترس، شادی، غم که اینا هیجانات ما رو میسازه، راهکارهای دونه دونه‌شون رو قرار معرفی کنیم انشالله و بعد راهکارهای کنترلش هم میگیم. اونایی که اونا رو شعله ور میکنه، اونایی که آرومشون میکنه. چه چیزایی ترس ما رو شعله ور میکنه، چه چیزایی خشم ما رو، چه چیزایی خشم ما رو میتونه فروکش کنه. راجع به همه اینا باید صحبت بشه مفصل. حالا اونجایی که خیلی کامل صحبت میکنیم دوره‌های آکاشامونه، اما قطعاً برای این هم یه دوره رایگان، یه مینی دوره رایگان میسازیم به یاری خود انشالله تو سال 403، چون این خیلی به درد ما لازمه تو این سن. پس هر وقت دید من گفتم بچه‌ها این هوش هیجانی دوره‌شو ساختم، برید در اسرع وقت استفاده بکنید. من تو برنامه‌ام میذارم که انشالله اینو تو فروردین ما تقدیمتون بکنم. پس این مسئله میتونه به نوعی تهدید باشه. فرصتش کجاست؟ فرصت رشد هم داره. فرصت رشد. ببین این شتابه میتونه مخرب باشه، میتونه مفید باشه. من اگر بتونم اینو کنترلش بکنم، وقتی میدونم ناخودآگاه مردم هیجانی تر شده، وقتی راه‌های استفاده از هیجانات بالا رو بتونم یاد بگیرم، میتونم به رشد کسب و کارم، رشد خودم و پوزیشنم و زندگی کمک کنم. از یک وضع موجود آگاهم میام به سمت بهره‌وری و رشد پیشرفت خودم ازش بهره می‌گیرم. مثلا من در مورد سلسله آموزش‌های خودم و دوره‌هایی که قراره انشالله سال 403 برگزار کنم، میدونم اتفاقی برام قرار رخ بده، باش برنامه‌ریزی کردم. چون میدونم این داستانه هست، برنامه‌ریزی کردم که چجوری میتونم این هیجانات بالا رو آموزش‌های متناسب باهاش بسازم، مردم آموزش رو درک کنم. یعنی راست میگه، دقیقاً اتفاقی که درگیرشیم. خودش زده تو هدف، داره کاملا درست میگه. برم پای صحبتاش بشینم، برم ببینم دوره‌هاش که کجا چجوریه، ثبت نام کنم. این تو مسیر بیزینس من. هر کدوممون حالا باید بریم توی روزمره خودمون، امور کسب و کارمون، زندگیمون. مثلا تو زندگی شخصیم فکر کنید من میخوام برم خواستگاری یه شخصی، یا مثلا برای من چه می‌دونم چند تا خواستگار اومده و باید تصمیم گیری بکنم. اگه این تصمیم گیری من هیجانی باشه، چه اتفاقی میفته؟ که میگم خیلی هیجانات بالاست و این اتفاقات رو شما زیاد میبینید. حتی مثلا میگم حالا متاسفانه تو بحث اختلافات درون خانواده ها و بین زن و شوهرها، خب این موضوع دیگه زیادتر هم میشه. چرا؟ چون خیلی از ماها یاد نگرفتیم به وقتش هیجاناتمون رو بروز بدیم. وقتی توی همچین شرایط کیهانی قرار میگیریم که هیجان جمعی میره بالا، ناخودآگاه ما هم شروع میکنیم به برون ریزی و بروز هیجاناتمون. چون یه دفعه این اتفاق میفته، واکنش ها شدید. اگه اینو خورد میشده در طی سالها مثلا حل میشده و بروز داده میشده، این اختلافات انقدر بزرگ نمیشد. حالا من وارد این جزئیات نمیشم، داشتم این مثال میزنم که فکر کنید من میخوام برم خواستگاری و دیگه مثلا شیرینی بخوریم، دیگه بله برو میکنیم و این حرفا نشون کنیم و این. اگه این موضوع رو بدونم، میرم تو خانواده طرف مقابل یه رفتار عجیب غریبی ببینم، زود قضاوت نمیکنم. میگم ای بابا اینه که این چه رفتاری بود بابا این دختره کرد،
من چیزی که تحقیق کرده بودم و چیزی که دیده بودم یا شناختی از این خانواده داشتم، اینا هیچ وقت اینقدر عکس العمل عجیب غریب نشون نمیدادن. اما این یه ذره مشکوکه ها، یه ذره صبر کنم، اصلا نه کنسلش کنم، این خواستگاری به هم بزنم. این مال زمانی که ما نمیدونیم یه سری اتفاقات، یه سری ریاکشن هیجانی به خاطر اقتضای این زمان و انرژی که وجود داره رخ میده، ما فکر میکنیم که مسئله چیز دیگه، یه قضاوت و برداشت دیگه. ولی وقتی میدونیم چه اتفاقی داره میفته تحلیل میکنیم. آقا ایشون تاشه کم میشناسم، پدر این دختر رو من مثلا خیلی بهم گفتن آدم آرومی فلان اینا، حالا که الان یه دفعه اومده با کسی اینجوری درگیر شده و فلان اینا، این موردیه، نه قطعا توی این جو و شرایطه که این اتفاق برش افتاده، پس کلا آدم دعوایی نیست. مثلا یا خانواده‌ای که میبینه پسرش دخترش بر حسب این هیجانات بالا گرایش پیدا کرده به مواد مخدر، گرایش پیدا کرده به جمع‌هایی که اصلا تو فرهنگ خانواده اون جمع اون اکیپ اون بچه‌ها نیست، به جای اینکه بره بجنگه بی خودی و انرژی صرف کنه و نتیجه هم آخرش نگیره، وقتی بدونه که همچین جریانات کلی در جهان وجود داره میتونه خیلی قشنگتر مدیریتش کنه، میتونه خیلی درست‌تر برخورد بکنه با این موضوع. ما خیلی وقتا تو اطرافمون داریم میبینیم رفتارهای عجیب غریب آدم‌ها رو. خودتون فکر کنید چقدر آدم‌ها عجیب غریب شدن، چقدر تصمیمات عجولانه، تصمیمات یه دفعه‌ای مثلا میمونیم میگه خب چرا این کارو کرد که همه چیش اوکی بود. و خیلی وقتا این آدمایی که یهو کار عجیب غریب میکنن چون ما درگیری داریم باهاشون، زندگیامون روزمرهمون، حالا همکاریم یا تو خانوادهمونه یا صاحبکارمونه یا شریکمونه، هر چیزی، چون ما هم درگیر میشیم متناسب با اون تصمیم عجولانه و رفتار هیجانی ما هم درگیر میشیم، ما هم ناخودآگاه میایم یه کار هیجانی تر میکنیم، بعد موضوع میپیچه تو هم. ولی وقتی درک صحیحی از این مسئله داشته باشم سریع میفهمم چرا این کارو کردم، وقت میدم باهاش صحبت میکنم، ریشه یابی میکنم، سعی میکنم آرومش کنم و بهش بفهمونم که ببین رفتار تو رفتار هیجانی بوده، تصمیم تو تصمیم عجولانه‌ای بود، عیب نداره، الان شرایطی که همه شتاب زده رفتار میکنن، بیا درستش کنیم. این میشه برخورد درست با شرایط موجود توی عصر و زمان. ما خیلی از اتفاقات و شرایط جبر زمانه و علت داره، خدا پشتش برنامه‌ای داره، پلنش معلومه چیه. این که ما نمیدونیم دلیلی بر این نمیشه فکر کنیم یا اتفاقیه یا بدشانسیمون و اینا، نه، همه اینا بخشی از برنامه‌ریزی دقیق خدا برای رشد ماست، برای فهمیدن و درک عمیق‌تر ماست. و توی 403 اون کسی بیشتر برنده است، کسی بیشتر پیشرفت میکنه، کسی کمتر ضرر میکنه که بتونه به هیجاناتش تسلط پیدا کنه، بشناسه بعد روانش رو و بهش تسلط پیدا کنه. حتی تو حوزه فروش میگن که تو این سالها و از این سالها به بعد کسایی که رو فروش احساسی بیشتر کار کنن، یعنی از بازاریابی احساسی، بازاریابی هیجانی، یا بهش میگن نورو مارکتینگ، بازاریابی عصبی، کسایی که به این علوم واقفن و تو فروششون میان رو این بخش احساسات مشتریشون کار میکنن، فروش بهتری خواهند، چون درگیری‌های احساسی و هیجانی آدم‌ها بالاتر. این نکته بسیار مهم بود که من می‌خواستم در مورد 403 بهتون بگم. و یه فرمولایی هم 403 4 5 8 10 نمیدونم 1390 اینا نمیشناسم، اون فرمولایی که تو هر سالی جواب میده، هر سالی جواب میده. اینم یه توصیه برادرانه به خودم مثلا توصیه میکنم که آقا 403 از آموزش یادگیری دور نشم، سعی کنم وقت آزاد کنم و بیشتر روی یادگیری وقت و انرژی بذارم.
یه بخش از هزینه هامو بذارم برای یادگیری که اون دیگه هزینه نیست، هزینه‌ایه که تبدیل به سرمایه میشه، سرمایه گذاری میشه. و اون چیزی هم که آموزش میبینم برم عمل کنم، بعد هی برم دنبال آموزش‌های بعدی. فاصله بدم بین آموزش دیدنم به اندازه اون تایمی که نیازی که برم موسیقی یاد گرفتم عمل کنم. الان خودش یه جلسه آموزشیه. پیش از این که من یک آموزش دیگه، پیش از این پادکست بعدی 4 چراغ رو بخوام برم تو سال 403 ببینم، راجع به این مسائل برم فکر کنم، برنامه‌ریزی کنم و اقدام و عملم شروع کنم. و آخرین نکته مربوط به 403 رو بگم خدمتتون پایتخته. آخرین نکته در مورد سال 403 بحث همینطور که در مورد 402 هم این فرمول رو ما باید پیاده می‌کردیم، بخش هزینه است که با توجه شرط اقتصادی این هزینه که تو دنیا کلاً رو به بالاست، خب ما کاری نداریم، ولی با توجه به فشار اقتصادی، مسائل سیاسی حاکم بر این کشور پرسرمایه و با ارزش ما، متاسفانه این باز هم افزایش داره. خیلی مهمه که دخل و خرجمون رو بتونیم با هم جور کنیم. حواسمون باشه ما جایی هزینه اشتباه میکنیم، جایی خرید اشتباه میکنیم که هیجانات رو تو 403 کنترل نکرده باشه. چون اونایی که این فرمول رو بدونن میان دست میزنن رو احساس هیجان ما و جیب ما رو میزنن. کلاشاشون این کارو میکنن، همه اینطور نیست. خیلی وقتا ما میتونیم با استفاده از هیجانات و احساسات به آدما محصولی بدیم که محصول واقعا نیازشون رو به دردشون میخوره و میرن میگن خدا پدرش رو بیامرزه، چقدر خوب شد من این آدمو پیدا کردم، چقدر خوب من محصولش رو پیدا کردم. اما هزینه های اشتباه رو حواسمون باشه این کاملا به این متصله. عجولانه هزینه نکنیم، عجولانه خرید نکنیم، کنترل کنیم هزینه ها. خیلی همون درآمدمون از یه حدی بیشتر نمیتونیم ببریم، که البته اگه بخوایم میتونیم، ولی به یک باورهایی داریم پافشاری میکنیم که درآمد بالاتر نمیره. وقتی درآمد خیلی بالاتر ندیم، هزینه ولی داره میره، هی کار سخت‌تر و سخت‌تر. اگه واقعا هم دوست داری که تغییری رخ بده تو سیستم درآمدیت، چون مشکلات اقتصادی دیگه مشکلات همه ماست، همه ما یه بخش قشر خاصی جز سرمایه‌دارای خاصن که دیگه چالش‌ها و دغدغه‌های فکری درآمد هزینه‌ای ندارن، که اونا چالشاشون بزرگترین دغدغه چالششون فقط کنترل سرمایه است، تو چه بازارهایی ببرن که بیشتر بهشون سود بده، یا جلوی ارزیان‌های احتمالی رو بگیرن، محافظت از سرمایه داشته باشن. ولی برای ماها که هی تلاش میکنیم که جا نمونیم و بازم جا میمونیم، مسئله درآمد مسئله است که خود به خود حل بشه. میخوای تو این کورس هزینه عقب نیفتی، میخوای خیلی عالی رشد بکنی، میخوای خیلی عالی ترقی بکنی و بری خیلی از چیزایی که دوست داشتی به دست بیاری، بعد واقعا راجع به درآمدت یک فکر اساسی، یعنی یک برگشت به نقطه صفر باید انجام بدی، تفکر از صفر باشه. فکر کن این کسب و کار رو نداری، این درآمد رو نداری، وضعیت فعلی رو نداری، هیچ چی نداری، صفری، میخوای دوباره شروع کنی. از کجا شروع میکنی؟ با تجربه و دانش امروزت. چه کاری رو شروع میکنی؟ اینجا هم بهتون توصیه میکنم برید دوره استعداد رو ببینید، استعداد تا تخصص. این هم این دوره رایگانی که هست تو سایت. یه بازنگری بکنیم اگر دنبال درآمد بالاتر است. اگر هرچی تلاش میکنی تو همین وضع موجود اتفاق خیلی خاصی برات نمیفته، یه استوب برگرد به نقطه صفر. ببین با استعدادات اصلا چیه؟ مثلا راهو داری درست میری؟ مثلا شاید تو مسیر درست سعادت دنیایی نیستی،
مأموریت و مسئولیتی که خدا بهت داده، رسالت فردی که برای تو گذاشتن، این نیست که داری انجام میدی. واسه همین خیلی رونقی پیدا نمیکنه. آدما زمانی به اوج رشدشون میرسن، زمانی شکوفا میشن، زمانی مطرح میشن، بزرگ میشن و به قول خودمون امروز میگن میترکونن، که دقیقاً تو مسیر رسالت فردیشون قرار میگیرن. و رسالت فردی وابستگی بسیار زیادی داره با کشف استعداد و اون ویژگی خاصی که خدا در درون تو گذاشته. این در مورد 403. اما 402 1400 خب سالی بود که واقعا درآمد و هزینه هیچ سنخیتی با هم نداشت، یعنی تیک نخورد متاسفانه. تو این بحث الان من کاری ندارم. چیزی که من میخوام بگم 402 چی به من اضافه شد؟ به من چی اضافه شد؟ لطف کنید. این که پس بدیهیه، مثلا راجع به این صحبت نمی‌کنم، علتش هم میدونیم. من الان که اینجا اشاره بهش کردیم که اگر حواسمون نباشه سال بعد ممکنه بدتر هم بشه. اما من دنبال یه موضوع دیگم، یه سوال. این سوالو بپرسین از خودتون. این سوالی که ممکنه خواب امشب شما رو ازتون بگیره و ذهنتون خیلی به هم بریزه، ولی بیرحمانه از خودتون بپرسین که تو 402 چی به من اضافه شد. من در مورد خودم چند تا موردو میگم که شما بازش مطلب براتون و بهتر فکر کنید به من چی اضافه شد. من خودم توی 402 هزینه پرت زیاد داشتم، نه که زیاد نه ولی داشتم، یعنی یه جایی واقعا پول دور ریختن. علتش هم بی تجربگی بود، چون آدمی هم که توی سری موارد حتما خودم باید یه چیزی رو تجربه بکنم و به حرف اطرافیانم ممکنه گوش ندم یا نمیرم دنبال مشاوره خوب گرفتم. میدونید ما یه وقتی اطرافیانمون نمیتونن راجع به یک مسئله بهمون کمک کنن، بعد چه اتفاقی میفته؟ فکر میکنیم دیگه پس تصمیمی که خودمون بگیریم همینه و باید همینو بگیریم و اوکی، و دنبال مشاوره گرفتن هم نمیریم. وقتی دنبال مشاوره گرفتن نمیریم، تصور اینه که تصمیم خودمون هم درسته، بعد میریم میبینیم که بعداً میفهمیم که نه، این تصمیم درست نبود و ضرر داشت. من یه جایی فکر کنم این سرمایه‌گذاریه، این پولی که دارم مثلا فلان جا میبرم، هزینه که دارم میکنم، ولی اشتباه سوخت شد. نتیجهش اصلا اون نتیجه که من فکر میکردم نشد. میشد اون هزینه یه جای بهتری بده که بشه سرمایه خوب. یعنی هزینه شد، سرمایه نشد. بخوام خیلی اصولی بگم این قضیه رو، پولی بوده که میخواستم سرمایهش کنم اما تبدیل به هزینه شد. غرامت تجربه شد برای من. اما بزرگترین دستاوردی که من چی به من اضافه شد؟ مسیح رودکی چی اضافه شد تو 402؟ چیزایی که یاد گرفته بودم و شروع کردم عمل کردن. 401 خیلی یاد گرفتم. 402 تو 401 کوچولو شروع کردم یه سری اقداماتو، ولی بازم تلو میخوردم، خیلی محکم استوار نبودم. اما 402 شروع کردم و با مثلا شروع همایش ها و دوره های آموزش های حضوریم رفتم تو ورطه عمل و اون این اعتماد به نفس رو من داد که آقا درست داری میری، میتونی خیلی هم خوب پیشرفت کنی، فیدبک رو نگاه کن، جوابی که داری میگیری جواب درستیه، مسیرتو پیدا کردی، حالا آموزشاتو بیا درست‌تر، جامع‌تر، سیستمی‌تر. و من افتادم تو خط راه اندازی یک وبسایت خیلی به درد خور و عالی که بتونم دوره‌مو با بهترین حالت ممکن توش بسازم و بزنم. خب تو ورطه عمل بودم، فقط عمل کردم.
از این نظر برای من خیلی خوب بود. همین که عملگرا شدم به رشد درآمدم هم کمک کرد. پس درآمدم هم بهتر شد و خدا رو شکر. دیگه چی بهم اضافه شد؟ یه سری چیزایی، یه سری آموزش‌ها رو باز گذروندم ما بین این تجربیات و این اقدامگرایی یا عملگرایی که کمکم کرد به بهبود روابطم داخل خانواده‌ام، با همکاران، با اجتماع. و این باعث شد که منابع انسانی بهتری جذب بکنم تو حیطه کسب و کارم. چی بهم اضافه شد؟ میتونم بگم نیروهای کاری بهتری بهم اضافه شد. ریشه‌اش چی بود؟ چیزایی که یاد گرفتم. خیلی آگاهی به آدم کمک میکنه رفقا. ماها در طول تاریخ کشورمون بزرگترین جایی که دائما ازش ضربه خوردیم و فلجمون کردن و عقبمون انداختن بحث ناآگاهی بود. ما رو بردن سمت خرافه. کیا؟ قدرت‌های دنیا، اونایی که دنبال سلطنت دنیا، اونایی که میخوان دنیا رو خودشون حکومت کنن، اونایی که برای 100 سال آینده دنیا برنامه‌ریزی کردن، میخوان همیشه قدرت کنترل دنیا دست خودشون باشه. که باز راجع به این موضوع هم ما یک دوره‌ای می‌سازیم به اسم فلسفه خلقت که اونا به وقتش بهتون معرفی میکنم که ذهنیتمون چقدر درست‌تر و بازتر میشه که تو دنیا چه اتفاقی داره میفته، چرا سر ما انقدر داره بلا میاد، چرا با کشور ما این کارو میکنن، اینایی که الان هستن شدن مسئولین ما چرا اینان. بحثا نبریم حالا به جاده خاکی، اما مسئله اینه که ما چون فقر آگاهی داریم هنوز این فرهنگ درست جا نیفتاده تو ما که ما باید یاد بگیریم. حالا به برکت کرونا و این بلای بزرگ جهانی که اینا انداختن به جون دنیا که جون خیلی ها رو گرفتن و میخوان بازم بگیرن و خیلی هم درگیر بیماری های مختلف کردن بعد از این واکسن ها و حالا داروها و فلان اینا و ترسایی که مردم دادن، علیرغم ضرر بزرگی که کرونا داشت یک دستاورد بزرگ داشت، اونی که به آدما فهموند که آقا میتونی راحت تر از اون چیزی که فکر می‌کنی یاد بگیری، میتونی ارتباطت تو شبکه‌های مجازی و آموزش مجازی قوی‌تر کنی و از آموزش مجازی بهره ببری. فقط فکر نکن آموزشی که بریم مستقیما فیزیکی سر کلاسی بشینی، میتونی وقت‌های پرت، وقتی که برنامه خاصی داشتن داری بذاری برای آموزش دیدن. و من این کارو کردم توی 402 خیلی روی این قضیه محکم بودم و خیلی بهم اضافه شد. دیگه چی بهم اضافه شد؟ باید بشینم فکر کنم بنویسم. اگه من مسیح رودکی بپرسم تو بزرگترین چیزی که توی 402 اضافه شد و پیداش کردی و به دست آوردی چی بود؟ میگم رسالت فردی. یعنی من اون استعداد اصلیم، مسیر اصلیمو پیدا کردم. 402 تنها سالیه که من احساس کردم توش دارم کاری که دارم انجام میدم لحظه لحظهش با عشق و علاقه است. یعنی شغلای قبلی که داشتی و هنوزم داری ولی دیگه حالا فقط تو سرمایه‌گذاریش و مدیریتشون میکنی توش درگیر نیستی، یعنی دوست نداشتی؟ نه که دوست نداشتم ولی عشق نمیکردم. از لحظه لحظهش احساس کنم که دارم عشق میکنم و لذت میبرم و با تمام وجودم دارم انجامش میدم، نه. کاملا نگاهم بیزینسی بوده بشه. حالا تو دوست عزیز من برو به این فکر کن، ببین تو 402 چی به دست آوردی. این خیلی مهمه. من اگر دست آورد خاصی نداشته باشم که بگم مثلا بشم 6 ساعت هم فکر کنم ولی چیز خاصی یادم نیاد، یعنی گیر کردم، یعنی نمیدونم. ببین ماها تو زندگیامون جاهایی گیر میکنیم که نمیخوایم بفهمیم. اینقدر اون اتفاقات تکرار میشه آخر سر هی پس کردنی ها محکمتر و محکمتر، چک ها و سیلی های
کائنات و نظام آفرینش خدا محکم‌تر میشه تا بالاخره به خودمون بیایم بفهمیم. و خدا کنه زودتر بفهمیم. هر چی زودتر بفهمیم درد چکایی که میخوریم کمتر. ما با دردا رشد میکنیم دیگه. اگه رشد نکنیم دردا هی گنده میشه، فشار بیشتری میشه. خب چرا توی یه جای خیلی سخت‌تر اینو بفهمم؟ اون جایی که وقتشه بفهم. چرا این وقت و تایم و زمان و عمر رو مفت و بیهوده از دست بدم؟ پس خیلی مهمه که بفهمید. اگه ببینید همه چیز دیگه ثابت شده، یه نواخت شده، تغییری نمیکنه، چالش‌ها هست، حل نمیشن، بیشتر میشن که کمتر نمیشن، گرفتاری و مشکلات بیشتر میشن که کمتر نمیشن، انگیزه رو تو خودت کم میبینی، احساس موفقیت نمیکنی، احساس رشد نمیکنی، احساس میکنی در عقب میمونی، همش پر از ترسی، نگرانی، امیدی، انگیزه قوی و محکمی برای شروع 403 نداری، بدون یه چیزایی رو هنوز تو 402 نفهمیدی که باید اونا رو بفهمی. در مورد هر آدمی هم این مسائل جداست. آقا تو بیا به ما بگو ما چی بفهمیم. من نمیتونم اینو بگم، هر کی خودش باید بره اینو پیدا بکنه. راهکار چیه؟ با خدای خودت خلوت کن از هر روشی که بلدی. یکی یعنی هیچ عبادتی هم بلد نیست، به هیچ آیینی هم نیست، میگه آقا ولی فقط من وقتی میرم تو طبیعت حالم خوبه، احساس میکنم به خدا نزدیکم. برو همونجا که فکر میکنی حالت خوبه. خودتو تو شرایطی قرار بده که فکر میکنی حالت خوبه و به خدا نزدیکی. یکی میگه آقا من میرم امامزاده محلم، یکی میگه آقا من میرم سر قبر مثلا پدر بزرگم خوابشو میبینم هر از گاه، سر مزار اون فکر میکنی اونجا به خدا نزدیک. آقا هر جایی که فکر میکنی به خدا نزدیکی برو. تو هر حالتی که فکر میکنی به خدا نزدیکی قرار میگیری. من مدیتیشن میکنم، بعد مدیتیشن احساس میکنم خیلی معنوی ترم. اوکی، خودت تو اون شرایط قرار بده و از خدا بخوا. این خدایا من گیرم، این حرف رودکی منو ریخت به هم. گفت اگه هیچ چیزی برای تغییر نکرده، احساس میکنی هیچ دستاوردی نداری، احساس داری میبینی همه چیز همون بوده، پس یه چیزی باید بفهمی که نفهمیدی. این چیه که من باید بفهمم خدا که نفهمیدمش؟ و تمام تغییرات بزرگ تو زندگی ما از همین نقطه شروع میشه. جایی که میگیم خدایا گیر کار کجاست، و خدا هم مستقیما خودتو به خودت نشون میده. آینه ها رو میاره جلوت، دونه دونه بهت نشون میده ایرادات خودت. میگه ایراد کار خودت، اینو باید بری اصلاح، اینو باید بفهمی، این ضعفتو بفهم، این مسئله‌تو بفهم، این نیازتو دریاب، این مشکلتو پیدا کن، به خودت برس، توجه کن، تو روحت، غذای روحت کوش، غذای روانت کوش، غذای ذهنت کوش. به جسمت هم که داری پیتزا و حله حوله میدی، فست فود میدی. چاربعد وجودتو دریاب. تموم شد صحبت من تو پادکست 22. جمع‌بندی کنم، تهش میرسیم به 4 بعد وجود، 4 چراغ. برو چراغاتو روشن کن، از خدا بخواه، پاسخ خود اون بهت میده. 4 چراغ رو اون بهت نشون میده. همه ی حرف ما تو کل 4 چراغ میخواد همین باشه. تلنگرها، صحبتها، نکاتی که ما رو به فکر فرو ببره که داریم چی کار میکنیم، کجاییم، کجا میخوایم بریم، چی کار داریم میکنیم، چرا پس تغییر نمیکنه هیچ، چرا حالم بدتر میشه که بهتر، چرا همونه، چرا راه برای من باز نمیشه، آقا برای خیلی داره باز میشه. مگه نمیگه عصر شتاب و سرعت و ایناییم؟ اگه اونا با همون شتاب پیشرفت کنن که من با همون شتاب عقب میمونم. انگاری دارم دنده عقب با شتاب میرم. یه جایی باید این اتفاق بیفته. من معمولا اون جایی که ما میشیم جمع‌بندی میکنیم، میشینم 402 با 401 مقایسه کنم، 401 با 400 مقایسه کنم، من کجا دارم چیکار میکنم، دستاورد من چی بود. آقا قبول دارم، باشه من باید روی 4 بعدم کار کنم، غذاشونو بدم. از کجا شروع کنم؟ گفتم برو بپرس. مسیر هر آدمی با آدم دیگه متفاوت.
سرنوشت‌ها متفاوته، رسالت فردی متفاوته، وظایف و مأموریتی که به خاطرش اومدیم حاضر شدیم این درد و این ریسک بزرگ رو تحمل کنیم که بیایم توی این دنیا با هم متفاوته. هر کی باید خودش بره دریابه و خدا برای هر کدوم ما چراغ‌ها رو گذاشته. کسی نمیتونه بیاد به من بگه رسالت فردی من چیه. کسی هم نمیتونه به من بگه درد اصلی من چیه. هر کی درد اصلی خودش رو خودش بهتر میدونه. راه رو همون خالق میدونه. این سیستم کائناتش هم یه جوری طراحی کرده که هر موقع تو اراده کنی، هر موقع تو بخوای با تمام وجودت، شروع میکنه تو رو به راهنمایی کردن. راه‌ها رو جلوت باز میکنه. پیام‌ها میاد، آدما میاد، نکات میاد. خدا رو چه دیدی؟ شاید همین صحبتی که الان داری میشنوی هم علتش یک خواست قبلی تو بوده. یه جایی به خود گفتی آخه چرا اوضاع اینجوریه؟ یه دفعه این صحبت‌ها پیش رو تو قرار گرفته. و شاید هزار صحبت‌های بهتر از این، مقالات، نوشته‌ها، پست‌های اینستاگرامی، صحبت‌ها، نکات، به وفور خدا اینا رو میتونه راحت سر راه تو بذاره. کائنات، سیستم آفرینش خداوند منتظر درخواست از سمت تو هن که تو بگی میخوام تا اونا جلو تو بچینن. بعد دونه دونه میارن تو وادی عمل دیگه. بری تو فضای اصلاح و تغییر دیگه، امتحانا رو میچینن جلو. میگه خب بعد این امتحان رو بدی، پاس کنی، این مسئله رو حل کن، بعد بیا مسئله بعدیت، لول به لول، کلاس به کلاس. اول کلاس اول، کلاس دوم تا کلاس دوم سوم. کلاس اول پاس کنی مدرک لیسانس نمیدن بهت. بعد اون موقع بهت میفهمونن که او درجه بندیه، مراتبیه. بعد توی فاصله زمانی خیلی کوتاهی به خودت میبینی چقدر تغییر کردی. بعد 403 تموم میشه، یاد یه همچین صحبتی میفتی، میگی حالا بذار ببینم دستاورد 403 چی بود، من چقدر فرق کردم تو 403، من چقدر پخته تر شدم، من چقدر درست‌تر انتخاب کردم و من چه انتخابای درستی کردم و به چه انتخابای غلطی نگفتم. خب انشاءالله سال 403 برای هممون پر از دستاوردهای عالی باشه. دعا میکنم براتون، شما متقابلا من از دعا خیرتون فراموش نکنین. سالی باشه که پر از انتخابهای درست، پر از عمل، پر از یادگیری، درک بیشتر، تغییر بیشتر. تو عصر تغییراتیم، تو عصر آگاهی هستیم، تو عصر دانش و خردیم. خدا به هممون کمک کنه و برای هم دعا کنیم که ما بیشترین بهره رو تو 403 از خرد آگاهی بگیریم و اون رو تو رفتار و زندگی روزانمون به تصویر بکشیم. خیلی وقتا انتخابای غلط ماست که ما رو داره از پیشرفت و رشد دور میکنه. ما فکر میکنیم که شانس در خونمون نمیزنه یا فرصت‌ها نمیان، فرصت‌های بزرگ نمیان سر ما قرار بگیرن. اما علت اصلی اینه که ما همون فرصت‌های کوچیک رو با انتخاب‌های غلطمون از بین میبریم. پس طبیعتاً تا فرصت‌های کوچیک رو یاد نگیریم ازش درست استفاده بکنیم که فرصت‌های بزرگ نمیان. آرزو میکنم هممون تو سال آینده، شما دوست عزیز من، تو سال آینده بهترین و درست‌ترین انتخابات رو بکنیم، بهترین اتفاقات برات بیفته و پر از تغییرات مثبت و عالی باشه، رو به جلو، رو به پیشرفت تو همه ابعاد وجودیتون. سال 403 رو پیشاپیش بهتون تبریک میگم و براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. درود بر شما. هر چراغی به خانه روانی است، چهار چراغ